با دستور سپارش‌های به‌واسطه و تشبث و اقدام‌های بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صبح امروز توسط طیاره شرکت تاجیک ایر 226 نفر شهروند تاجیکستان که بنابر سبب موقتا بسته شدن سرحدها و قطع گردیدن پروازهای بین المللی در فدراسیای روسیه قرار داشتند و به وطن برگشتن نمی‌توانستند به تاجیکستان آورده شدند. با دستور سپارش‌های به‌واسطه و تشبث و اقدام‌های بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صبح امروز توسط شرکت هواپیمایی تاجیک ایر که در خط سیر دوشنبه مسکو دوشنبه پرواز مخصوص انجام داد 213 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان که در مرکزهای نگهداری موقتی شهروندان خارجی در فدراسیای روسیه قرار داشتند، اینچنین جسدهای هموطنان شهروندان جمهوری تاجیکستان که در قلمرو فدراسیای روسیه به سبب‌های گوناگون هلاک شدند به دوشنبه آورده شد. در این طیاره همچنین مواد داروواری و محافظتی با شمول داروهای ضد ویروسی، نقاب‌های طبی، دستپوشک‌ها و عینک‌های طبی از حساب تاجیکان سخاوتپیشه مقیمی روسیه به تاجیکستان انتقال داده شد. تاکید باید کرد که رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان وضع دشوار شهروندان تاجیکستان را که بنابر پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 و با سبب قطع شدن پروازهای بین المللی و بسته شدن سرحدهای دولتی در کشورهای گوناگون دنیا به عمل آمده است زیر توجه دائمی قرار داده تدبیرهای ضروری را می‌اندیشد تا همه هموطنان ما از خارجه در نزدیکترین فرصت به وطن سالم برگردانده شوند. برای این به همه نمایندگی‌های دیپلماتی و کنسولی تاجیکستان در خارج سپارش داده شده است که معلومات هر روزه درباره وضع شهروندان را به سداد جمهوری اوید و پیشگیری از پنجشنبه بیماری کرونا ویروس کووید 19 پیشنهاد کرده تمام کمک‌های امکان‌پذیر را به شهروندان تاجیکستان رسانند. با سپارش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تصمیم گرفته شده است که نقشه تدریجاً و مرحله به مرحله با راه‌های هوایی و زمینی به وطن برگرداندن شهروندانی که با سبب بیماری کووید 19 در خارج مملکت درمانده‌اند عملی گردد. همزمان باید تاکید کرد که روند بازگرداندن شهروندان از خارج به وطن و فراهم آورده شدن شرایط لازمه از جمله آماده بودن جایهای کافی برای کرانتین یا مراقبت طبی آنها در تاجیکستان وابسته خواهد بود. ستاد جمهوری به شهروندان گرامی اطمینان می‌دهد که صرف نظر از مشکلات زیادی بی‌سابقه تمام چاره‌های ضروری برای سالم نگاه داشتن شهروندان تاجیکستان در داخل و خارج مملکت و هر چه زودتر رهایی یافتن از این بیماری سرایتی اندیشیده خواهد شد.